به نام خدای بخشنده مهربون. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همراهان عزیزم. این اولین حضور من در پلتفرم یوتیوب هست و اگر نقطه ضعفی رو شاهد هستید پای همین داستان بگذارید و با بزرگواری از اون رد بشین. اول از همه لازم میدونم خودم رو معرفی کنم. اسمم سارا موسوی هست و تصمیمم بر این هست که یک سری از تجربیاتی رو که خودم کسب کردم با شما به اشتراک بذارم. میدونید که تجربیات آدم میتونه نتیجه اتفاقاتی باشه که در طول جریان زندگی با اون مواجه میشه و یا میتونه مجموع و چکیده کتاب ها و چیزهایی باشه که خونده. همیشه توی زندگی، حالا برای خود من که همیشه به این صورت بوده، سوال هایی در پس ذهن ما وجود داره و نقش میبنده که هیچ وقت نمیتونیم کسی رو پیدا بکنیم که با اونها در موردش صحبت بکنیم و کمک بخوایم، از کسی بپرسیم و یا حداقل اگر پرسیدیم جواب قانع کننده هیچ وقت نگرفتیم که ابهام ذهنی ما برطرف بشه. اما من سعیم توی این کانال این هست که سوالاتی که در ذهن ماست درباره کلیت جریان زندگی، واقعیت هایی که در زندگی وجود داره و ما هیچ وقت اون رو به عنوان یک واقعیت نپذیرفتیم و همونطور که میدونید تغییر از جایی شروع میشه که ما به نقطه پذیرش برسیم، یعنی بپذیریم که این واقعیته و با اون نجنگیم، سعی نکنیم که سرکوبش بکنیم. گاهی وقتا تو زندگی یک سری اتفاقاتی میفته که ما خودمون متوجه میشیم که واسه این اتفاقات ما نمیتونیم کاری بکنیم، هر چقدر تلاش بکنیم تغییری حاصل نمیشه. پس بنابراین باید در مورد این موضوعات تلاش خودمون رو بذاریم کنار و تنها چیزی که میتونه کمکمون کنه پذیرش اون قضیه است و همراه شدن با اون جریانه که به این قضیه گفته میشه واقعیت‌های زندگی که قابل تغییر نیستن. و متاسفانه باید بگم که زندگی بی تفاوت ترین جریانی هست که ما در حال تجربهش هستیم. زندگی یک جریانی هست که با تولد در ما زاده میشه و با مرگ ما رو ترک میکنه. حالا انتخاب با خود ماه که با این جریان مستقل همراه بشیم یا اینکه اون رو انکار بکنیم. حالا من میخوام با شما در مورد چند تا از این واقعیت‌های زندگی صحبت کنم. اولین واقعیتی که توی زندگی با اون مواجه میشیم این هست که اگر ما بخوایم در نقش کودک باقی بمونیم، مدام در زندگی ناامید و سرخورده میشیم. برای اینکه موضوع باز بشه، یک کودک رو تصور بکنید. کودک توی دنیایی زندگی میکنه که همه چیز برای اون شکل یک آرزو داره، آرزویی که باید برآورده بشه. پس منتظر میمونه تا یه شخصی از راه برسه و آرزوشو برآورده بکنه. اون به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد داره و از همه کس و همه چیزم انتظار داره. کودک میزنه و توقع داره که دنیا به سازش برقصه. اما در دنیای واقعی اینطور نیست. دنیا نمیرقصه، نه به ساز ما و نه به ساز خودش. دنیا در کمال آرامش و بی تفاوت از ما فقط و فقط عبور میکنه و میگذره. اینجاست که باقی موندن توی نقش کودک ما رو ناامید میکنه، چرا که ما توقع داریم تمام خواسته های ما برآورده بشه و زمانی که این اتفاق نمیفته همه چیز غیر منطقی به نظر میرسه و ما مدام با این سوال روبرو میشیم که چرا من؟ ولی واقعیت این هستش که چرایی وجود نداره و توی دنیای آدم بزرگا غر زدن معنایی نداره. تو دنیای بزرگسالا قرار نیستش که همه چیز خوب و دوست داشتنی باشه. قرار نیستش که هر موقعیتی که شبیه به ما نیست ازش متنفر شیم. تو دنیای بزرگسالان هیچ چیز مطلقی وجود نداره. پس یه بزرگسال باید تلاش کنه، باید پای تصمیم هایی که میگیره وایسته،
و هر روز با شگفتی های دنیا همراه بشه. یه جمله خیلی قشنگی وجود داره که میگه برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته است. خب شاید بهتر باشه که این نجات دهنده در گور خفته باقی بمونه تا ما بتونیم بدون رؤیا و توهم دنیا رو کشف کنیم. پس زمانی که ما یک نگاه کودکانه به دنیا داشته باشیم مدام رنجیده خاطر میشیم و این در حالی هست که پذیرش زندگی نیاز به نگاه بالغ و پخته تری داره. پس اولین واقعیتی که با اون مواجه شدیم این هست که دنیا برای کسانی که در نقش کودک باقی میمونن و بزرگسالی خودشون رو نمیپذیرن جایی ناامید کننده است که مدام در اون رنجیده خاطر و سرخورده میشن. و اما دومین واقعیتی که در زندگی با اون روبرو میشیم و باید اون رو بپذیریم این هست که درد و رنج بخش جدایی ناپذیر زندگی هستند. رنج از 3 جهت ما انسانها رو تهدید میکنه. اول از طریق جسممون که میدونیم یه روزی نابود میشه و از بین میره. دوم از طریق جهان بیرون از خودمون که میدونیم نیروی خارج از تصور و کنترل ما وجود داره که زندگی رو برای ما غیر قابل پیش بینی میکنه و این موضوع میتونه به شدت ما رو بترسونه. و سوم از طریق روابطمون با دیگران. این رنج شاید بزرگترین و سختترین نوع رنجی باشه که یک انسان میتونه در طول عمرش تحمل بکنه. حالا میخوام در مورد تفاوت درد و رنج صحبت کنم. درد دقیقاً اون چیزی هست که مخالف میل ما باشه. پس میل به داشتن چیزی که نمیتونیم داشته باشیم درده. مثلا ما دلمون میخواد که همه آدما با ما خوب باشن و از ما خوششون بیاد و این اتفاق گاهن نمیفته و این برای ما دردناکه. یا مثلا ما دوست داریم که همیشه جوان بمونیم و میدونیم که این اتفاق نمیفته. یا میل داریم که تنها نباشیم ولی الان تنهاییم. در واقع میتونیم بگیم که اون چیزی که میل ما نیست درده. اما رنج نتیجه فرار ما از احساس کردن درد هست و اینجاست که باید بگیم ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌هایی چند ساله هستیم. ما آدم‌ها گاهی درد رو به یک رنج عمیق و طولانی تبدیل می‌کنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله می‌گیریم و فکر می‌کنیم که زندگی فقط و فقط رنجه. در واقع می‌تونیم بگیم که رنج‌ها روش‌های شخصی ما آدم‌ها هستن که بتونیم برای خودمون وقت بخریم که با درد روبرو نشیم. رنج چیزی جز فرار کردن ما از رویارویی با دردی که به اون مبتلا هستیم نیست. مثلا یک فردی رو تصور بکنید که چندین رابطه به زعم خودش عاشقانه رو به طور همزمان پیش میبره. این فرد خودش رو در رنجی عمیق قرار میده چون که نمیخواد با این درد روبرو بشه که چقدر از داشتن صمیمیت و رابطه درست میترسه و یا چقدر در مقابل نگفتن ناتوان و عاجزه و نهایتاً منفعلانه تن به رابطه هایی میده که پایدار نیستن. باید بدونیم که هر نوع از دست دادنی در زندگی برای ما آدم ها ناراحت کننده هست. روبرو شدن با این ناراحتی برای ما دردناکه، اما اینکه بیایم این ناراحتی رو در خودمون زندانی کنیم و حس کردنش رو به تعویق بندازیم باعث میشه که با رنج مواجه بشیم. هر کدوم از ما آدم‌ها برای روبرو نشدن با دردها روشی شخصی داریم، اما باید بدونیم که توی زندگی تنها یک راه هست که ما رو به جلو میبره و اون هم پذیرش درد هست و رد شدن از اون. ما باید به خودمون اجازه بدیم که احساس هامون رو حس کنیم. در واقع بعد از اینکه احساس هامون رو فهمیدیم،
التیام شروع میشه. ما نباید در دنیای بیرون از خودمون به دنبال این التیام باشیم، چرا که این التیام درونی هست و دقیقاً پس از فهم احساس هامون در ما ایجاد میشه و صبح روز بعد از اون ما دلایل تازه‌ای پیدا میکنیم تا به جریان زندگی برگردیم و یک بار دیگه به زندگی اعتماد کنیم. دوست عزیزم، ازت ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی، چشمهاتو بستی و با صدای من همراه شدی. امیدوارم مطالبی که توی این قسمت بیان شد تونسته باشه بارقه هایی هر چند کوچک در ذهنت روشن کرده باشه و بدونی که من توی این مسیر باهات همراه هستم تا سایر واقعیت‌های زندگی رو با هم مرور کنیم. امیدوارم در قسمت بعد هم با من همراه باشی.